رفقا چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیوی فحش‌کشی داش محمد. توی این ویدیو داستان از این قراره که من و شایان رفیقم رفتیم آلکاتراس پلی بدیم رندوم. 2 نفر بیشتر نبودیم و 2 نفر از تو کلن ام آر شدن یار ما. مایکو که باز کردم دیدم داره شایان و اونا دارن فحش میدن به شایان. منم همینجور فحششون دادم و اینا. بعد گفتم که شما جرأتشو داری بیا بریم 2 به 2 دوئل اسنایپ میزنیم، هر کی برد یعنی اون کلنش قوی تر، یعنی اونا پلیر تر. اونا گفتم باشه. ما رفتیم استارت کردیم زدیمشون. کیل آخر من رفتم همونی که خیلی فوش میداد و فینیشر کردم. گفتن که نه شما چیزی بلد نیستی و فقط شایان بلده و شایان اینا رو زده. من نزدم، من کیل نگرفتم. من تو اون بازی خیلی لگ بودم. گفتم بیا بریم من با توی دوله تک به تک میزنم، فوشم نده. شروع کرد فوش دادم. گفتم حالا اینکه داری فوش می دی ان اس هم زده بود، خودش داره تو ویدیوی بعدی اعتراف میکنه، میگفت من تا کیل 10ام 11ام دی ان اس زده بودم خاموشش کردم. خودش اعتراف کرده بود. رفتم باش دول زدمش. تازه حالا چی اینجا، یعنی ببین من 17 بودم فکر کنم اون 14 بود، من 18 بودم اون 14 بود. خودشو با نایف رسوند به من، مساوی کردیم. از این بابت خیلی فشار خوردم. گفتم اشکال نداره یه دست دیگه زدم، ولی اونو ویدیوشو نتونستم بگیرم. گفتم اگه بگیرم لگ میشم. ویدیو اونو میذارم بهتون عشق کنید و دیگه حرفی ندارم. برید ویدیو ببینید و عشق کنید. Team Deathmatch. اینجا من هر چی میزدم ریجستر نمیشد، تا اینجا این کیلم ریجستر شد و یورو سوراخی شد. حالا ببینید خودتون میفهمید. خیلی لگ تخمی داشتم، میدونی لگ داشتم چه لگی، ولی بالاخره زدمش. اومدم ریجستر کنم که زد دیگه، کاری دیگه ازم ساخته نبود. گوشیم اینجا برعکس شد، هر کار میکردم درست نمیشد که بالاخره درست شد و رفتیم بریم تو کارش. اینجا رفتم از بک زدمش و بکلی زدم. اینجا اومد دوباره از بک بزنه تلافی کنه، ولی نتونست بزنه و یه شات هیپر ناز خورد. داشتم ریلود میکردم که یورو زد دیگه، کار دیگه از دستم بر نمیومد. اینجا اومد اسمال ترپ کنه که من ریدم تو اسمال ترپش. داداش من فکر کنم کلا بک سیر نمیشه.
ما کلا یه بار از بک زدیم، میخواد بیاد تلافی 10 بار بک زنی کنه. اشکال نداره، بازم میبازه. Taking the lead. Hunter killer drone ready for deployment. اینجا خیلی فشار خوردم، گفتم رفته کلاسشو فعال کرده بیام کلاسمو فعال کنم. گفتم ببینیم اینو میگه شما نوبی و از این روش چیزا. هر چی میزدم با این کلتو نمیخوره روش که بالاخره ریدم. این هم یه حجت ناز به افتخار همه فالیورامون. اینجا دوباره دیدمش، گفتم این دفعه رو میزنم یه حجت دیگه دوباره به خاطر فالیورامون. دیدم نه، هر چیزی رستور نمیشه. یه پشیمون شده بودم، گفتم اینجا فقط میخواستم چیز بزنم، هیفایر بزنم که بخوره حجت بخوره. نخورد، بعد دیگه زدتم دیگه. اشکالی نداره، ما جلوی من 3 تا جلوی میزنیمش. They're hurting. Keep fighting. اینجا دیگه خیلی اعصابم خورد شد، گفتم برم یه فینیش بگیرم. یه تیر الکی زدم و رفتم تو کار فینیشرش. فینیشش هم گرفتم. ببینم آخر بازی چی میگه. Taking the lead.
اینجا اومد نایف کرد، نمیدونم چرا. منم اومدم برم گانم عوض کنم. گانم عوض کردم، نایف داشته باشم اگه خواست نایف کنه نایفش کنم. اینجا من داشتم دنبالش میگشتم، اومدم فینیش بگیرم، لگ داشتم نتونستم. رفقا اینا اثرات فشار بگم. من اینجا فشار خوردم، حالدهی کشیدم. این داداشونم اینجا فشار خود رفت نایف کرد. حالا ببینیم. دوباره اینجا اومد منو نایف کرد. داداش چقدر این یارو فشاریه، فقط نایف بلده. نه مثل اینکه داداشمون خیلی نصب نایفش خوبه، دست به چاقوش عالیه. لاشی وقتی نایف کنی پای حرفت باش. اینجا هر چی میزدم نمیخورد روش، رفت بالا دارم نخورد، رفت اینجا دارم نخورد، دیدم نداره با سرعت با نایف میاد دیگه نشد، با نایف زد. خیلی فشار روم بود، زدم شکارسی رو برم بزنم ببرمش، چون مساوی کردم دیگه. اینجا زمان تموم شد و مساوی کرد.